که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامگار. نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران شود روی ایران زمین. نمانیم کاین بوم ویران شود، همی غارت از شهر ایران شود. به آزادگان گفت ننگ است این، که ویران شود روی ایران زمین. من که با عشق تا برای سرزمینم میهنم ایران. هیچ فرهنگی به اندازه فرهنگ ما این همه خاورشناس و دانشمند بزرگ رو در جهان به خودش جذب نکرده. بسیاری از بزرگان جهان قلم فرسایی کردند. هر وجودی دیر و زود میهنم، هر وجودی دیر و زود میهنم. میرد غریبم با تو پیمان بستم، با تو پیمان بستم. جز بر سر پیمان من که فرزند این سرزمینم، در پی تو شنید گوش چیزم. شادم از پیشه گوش چید، درد جایی بخواد از جبینم. هر رنگ برات گوش چیدم، از شب یعنی من چون بود درد خواندم. گر از این سو از سو بریدم، قلبم بود من خواهی پایان. سعیا بود درمانی کجا کجا دست هست زنه کجا دست هست درودهای بیکران دارم به همه دوستان گرامی، فرهیختگان ارجمند و دلبستگان فرهنگ ایران زمین. بسیار بسیار سپاسگزارم از حضور خوب و خجسته و فرخنده شما برای پاسداشت فرهنگ ایران. من باید در ابتدا بگم نوشتن این کتاب یکی از آرمان‌های بزرگی بود که همیشه در ذهنم بود. نه کتاب پژوهشی که بگیم آنچنان برای پژوهش‌های گسترده و تخصصی ویژه است، بلکه همیشه آرمانم این بود که
چه می شود کرد که ایرانیان با هر سلیقه و با هر سطح و تخصصی که دارند، اگر پزشکند، اگر مهندسند، اگر بازاری هستند، اگر کارگرند، اگر دانشجویند، اگر دانش آموزند، بتونن همه داشته ها و افتخارات و نازش ها و دستاوردهای فرهنگ ایران زمین رو در یک مجموعه خیلی مختصر داشته باشن، تا اینکه هر زمان نام ایران میاد، علاوه بر مهر میهنی که به ایران دارن، بدونن که چرا میگن ایران و چرا نام ایران میاد سر به آسمان میساییم. چند درصد از ما ایرانی ها ابوذر بوژگانی رو میشناسیم که فاصله بین زمین و ماه رو محاسبه کرد 1000 سال پیش. 1000 سال پیش فاصله بین زمین و ماه رو محاسبه کرد. به همراه ابو ریحان بیرونی به واقع خورشید گرفتگی رو رصد کرد، همون ابوذر بوژگانی. مارتین گاردنر امریکایی که مرد سال ریاضی جهان شده 3 سال پی در پی، میگه 12 تا از اولین های ریاضی متعلق به این دانشمند ایرانی است و ابوذر بوژگانی. ایرانی‌ها نگفتن، یعنی اصلا ایرانی‌ها متوجه هم نبودن. این یه دانشمند مارتین گاردنر این موارد رو در آورده که نخستین کسی که شعاع دایره رو محاسبه کرده این ابوذر بوژگانی بوده. این دستاوردها رو دانشجویان ما بدونن و باهاش آشنا بشن. دریغ و درده که این همه افتخارات دانش سترگ رو کمتر بهش پرداختیم. خوارزمی رو کمتر میشناسیم که هماره جزو 20 دانشمند بزرگ جهان در طول تاریخ بوده، یک ریاضیدان بزرگ. اگر واقعا این افتخارات مال یک کشور دیگری می بود، چقدر میتونست به خورد همه جهان بده و به خورد خود مردمش. ما هنوز در داخل کشور مشکل داریم که خیلی از ما آگاه بشن. نسل آینده ما و نه تنها نسل آینده ما، تنها جوانان همه ما آشنا بشیم با این دستاوردها. این دستاوردهای نازشخیز رو بشناسیم، بدونیم که قنات بزرگترین و واقع هدیه ایرانیان به صنعت کشاورزی، اصلا به زندگی بشر بوده. حافظ اصفهانی رو نمیشناسیم، نخستین کسی است که در جهان ساعت مکانیکی پدید آورد. در ستایش جامی میگه. گوته ببینید در مورد حافظ چی میگه. ای حافظ، خود را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست. ببینید کاول انگلیسی در مورد فردوسی چی میگه. بیبسکو چی میگه. میگه جهان تا زمانی که فردوسی به دنیا نیامده بود به این روی بود که جهان تحمل بزرگی مثل اون نداشت. بیبسکو بزرگترین شاعر رومانی است، بزرگترین شاعر رومانیه، اما این گونه از فردوسی نام میبره. جان هونین چی میگه، چینیه، در مورد فردوسی چی میگه. ناگافوژی ژاپنی در مورد فردوسی چی میگه. اصلا قرار باشه هر کدوم اینا یه فصل ویژه‌ای داره دیگه، ما قرار نیست که بپردازیم، یه اشاره‌ای بکنیم. این جایگاه ها رو خواهیم دید. از اندیشه دور است و دور از بدی است، در دانش از گنج نامی تر است، همان نزد دانا گرامی تر است. سخن ماند از ما همی یادگار، تو با گنج دانش برابر مدار. پرچمی طراحی کردیم رومیزی، یک طرف یعقوب لیث صفاری و یک طرف هم فردوسی بزرگ. دکتر قیامتی نازنین این فرزند برومند و فرهنگ دوست مادرمان ایران و یک سخنرانی بسیار خوب در کنار استاد عباس عارف سیستانی که مادر خراسانی و پدر سیستانی است. اونجا در کنار کوه اوشیدم و دریاچه خشک هامون بودیم و امیدوارم که بتونیم ادای دینی داشته باشیم و این پرچم رو به افتخار همه ایرانی ها تقدیم میکنیم. یک طرفش در واقع یعقوب لیث و آرامگاه ایشان هست که در دسپوله و طرف دیگر خدمت شما عرض شود که فردوسی بزرگ و آرامگاه ایشون هست که تقدیم میکنیم همینجا به دکتر قیامتی نازنین. زمین من سوزن زلف شما
بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پاست، نور ایزدی همیشه رهنمای ماست. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران